خب دوستان عزیز، باز یک مسئله است که اونا باید گفته روم خنده باشد. متاسفانه در آسیای میانه به خاطر که در گذشته چقدر جنگا گذشته است، چقدری که آدم کشته شده است، مردای کشتین، هیچ کارهای گنده نکردین. حاضر در آسیای میانه گوناگون مردم پیدا می شود، همینطور که دید گوناگون چهرکتی پیدا می شود. خب اون جنگایی که در گذشته شده است جوانای امروزه نمیتواند نیست بکند. یعنی اون در گذشته شده است، گذشته است، رفته است. در هر یک تای ما در خانواده ما مثلا در بین 10 نفر 1 نفر دیگر چهرکت در دنیا میاد. این هم همون نشانه همون روزهای گنده است. این مرحمت در کشورهای آسیای میانه امروز که آرامی نیست، امروز چه احوال است؟ اون فرزندا بزرگ میشوند، از کی بودن و خانواده کی بزرگ میشوند و فرزنداشون کی میشود؟ شما خودتون تصور کنید. با همین خاطر لطفاً در این چشمای تنگ من کامنتری ننویسید. اگر من حاضر ژنتیک خودتان شروع کنم پرسان کردن یا تحقیقات کردن و تحلیل کردن، شاید خودتان یکم از دیگر سیاره ها یا از کجا پیدا شده این برایید. و همین خاطر وقتی که کس گفت نجادش چی است، تمام است، دیگه سوال نیست. باید دیگه سوال ندهید، دیگه پرسان هم نکنید. نجات کس به کارتان نباشد. فهمیدید؟ شما هنوز آدمای عادی که گپ زده گشتید. آدمای ما برین اگر بینید این تو اینا میگن بگیز کلا، این تو اینا که بحث نمیکنن. ها بگویم که بگیز گفته که حرف در آسیای میانه در فارسی زبان نبوده است. بگیز این یک اسباب نقش به دوختن است. خودش نوک دارد، باز یک در اطرافش چیزی دارد که قطیمه کش کرده میدوزد. اونو بگیز میگن، یعنی هوشیار بودن نمیگن. بگیز کلا کسانی میگن که از حد زیاد هوشیار است. با خدای تو اینا که بحث نکنید.